کعبه برای چه مسلمان ها عیناً به سوی کعبه نگاه کرده عبادت میکنند؟ حکمت طواف و تاب خوردن آدمان به گرد کعبه در چیست؟ الله در کعبه چگونه سرهای معجزوی را پنهان کرده است؟ بیایید به این سوال یک جویا جواب می‌یابیم. دوستان عزیز، در زیر نوار لایک گذارین تا اینکه دیگران هم با خبر و منفعت دار شوند. کعبه این معظمه، قبله این مسلمانان، مکانی که قلبها بسیار میخواهد دائم در این مکان باشد. طوافگاهی که مردم در حج و عمره میروند. مسلمان ها دائم انتظار چنین جا هستند که تا الله تعالی دیدار اینجا را نصیب گرداند ان شاء الله. یگانه خانه‌ای که در روی زمین است، به آدمان مبارک و به عالم مکان هدایت است. او را بیت الله یعنی خانه خدا، خانه کعبه، بیت العتیق یعنی خانه قدیم و همچنین قبله نیز نام دارد. کعبه مکانی که در آسمان هفتم فرشتگان دائما من نشده طواف میکنند که در سایه بیت المعمور جا گرفته است که این را بزرگ دانستن تقوای قلب حسابیده می شود. در این باره الله تعالی در سوره حج در آیه 32 چنین می فرماید که حکم این است و هر کی شعار خدا را تعظیم کند پس این تعظیم از تقوای دلها هست. در داخل کعبه نماز خواندن، دعا کردن در این مکان مقدس اجر و مکافات و این چنین ثوابش بزرگ بوده. با این امام های 4 مذهب یک دل بوده اتفاق شده اند. در این باره از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است که میگوید رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که به بیت الله درآید با ثواب در آمده است و از گناه مغفرت شده میبراید. گفتند روایت از امام بیهقی و امام طبرانی. الله تعالی به زیارت بیت الله همه ما را دعوت کند و دیدار این مکان مقدس را به همه ما نصیب بگرداند.